سلسله آموزش اصول علمی به شیخ مفید زمان آیت الله قزوینی. قسمت اول، آموزش قرائت صحیح و بدون اشتباه قرآن. فتحة مصنع لام جزمة حاء فتحة الحاء ميم جزمة الحم دال ضمة الحمد الحمد لله رب العالمين. چه زود شما قرآن رو فراموش کردید. چه زود شما قرآن رو فراموش کردید. چه زود شما قرآن رو فراموش کردید. حالا شیعه قرآن بلد نیست، چشم. حالا شیعه قرآن بلد نیست، چشم. حالا شیعه قرآن بلد نیست، چشم. چون قرآن صراحت داره ولو انهم اذ ظلموا انفسهم فجاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. نه خیر حاج آقا، جاؤک فا نداره. چون قرآن صراحت داره ولو انهم اذ ظلموا انفسهم فجاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. یدخله نارا خالدا فیها و له عذاب مهین. سوره چهارم، سوره نساء، آیه 14. حاج آقا عذاب مهین ضمه داره نه کسره، بعدش هم با در میم ادغام میشه. عذاب مهین، عذاب مهین. يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. یدخله نارا خالدا فیها و له عذاب مهین. سوره چهارم، سوره نساء، آیه 14. خدای عالم هم در قرآن داره و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحت الانهار.
حضرت آیت الله جناتن، نه جناتون، جناتن. شما چرا جایی که باید ضمه بدی کسره میدی؟ جایی که باید کسره بدی ضمه میدی؟ مگه تو حوزه قرآن نمیخونید؟ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خدای عالم هم در قرآن داره و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحت الانهار. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى وانظر الی حمارک و نجلک آیة للناس. حاج آقا در زبان عربی یه لامی هست بهش میگن لام تعلیل. نجعلک قبلش همون لام رو داره، یعنی صحیح اینه لنجعلک، لنجعلک. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى وانظر الی حمارک و نجلک آیة للناس. بندگان عزیز اثر خودش رو داره. قولا فقولا له قولا لینا لعله یذکر او یخشی. حضرت آیت الله صحیحش اینه فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشی. اولا یذکر باب دیگه است، صحیحش اینه یتذکر، یتذکر. ثانیاً حاج آقا او یخشا، او یخشا، درستش اینه، نه اینکه شما میگید او یخشا. او ضمه نداره، فتحه داره. بندگان عزیز اثر خودش رو داره. قولا فقولا له قولا لینا لعله یذکر او یخشی. و جعلناهم ائمة یهدون بامرنا. بعدشون و جعلناهم برای شما ائمة چه از یهدون الی النار رو چیز داشته. حضرت آیت الله شیخ مفید زمان یهدون الی النار کجای قرآنه؟ صحیحش اینه وجعلناهم ائمة یدعون الی النار. یدعون الی النار، فهمیدی حاج آقا؟ یدعون الی النار نه یهدون الی النار. و جعلناهم ائمة یهدون بامرنا. بعدشون و جعلناهم برای شما ائمة چه از یهدون الی النار رو چیز داشته.
الآیان اهل سنت فقط بلدن همون آیه 100 سوره منافقون و آخر سوره انا فتحنا و یه 3 تا 4 تا آیه رو که در مدح صحابه هست اینها رو مطرح میکنه. حاج آقا مگه سوره منافقون چند آیه داره آخه؟ قرآن ما که 11 آیه بیشتر نداره. اون 89 آیه دیگه رو شما رو از کجا آوردید ما نمیدونیم. الآیان اهل سنت فقط بلدن همون آیه 100 سوره منافقون و آخر سوره انا فتحنا و یه 3 تا 4 تا آیه رو که در مدح صحابه هست اینها رو مطرح میکنه. آیه دوم در سوره غافر آیه 11 هست که داره که ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین، خدایا ما را 2 مرتبه زنده کردی، 2 مرتبه میراندی. حاج آقا امتنتا چیه؟ این فعل که تو زبان عربی اصلا وجود نداره. از کجا آوردینش آخه؟ صحیحش اینه امتنا، امتنا، نه امتنتا. بعدش حضرت آیت الله اثنتین چیه؟ داری با لهجه قزوینی قرآن میخونی؟ اثنتین، اثنتین، نه اثنتین. حاج آقا خستمون کردی. دنباله آیه رو بخونید. آیه دوم در سوره غافر آیه 11 هست که داره که ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین، خدایا ما را 2 مرتبه زنده کردی، 2 مرتبه میراندی. فاعترفنا بذنوبهم هل الى خروج من سبیل. حضرت آیت الله شما اول به گناهان خودتون، خصوصا اونایی که از شبکه وصال پخش شد، اعتراف کنید. گناهان دیگران پیشکش. فاعترفنا بذنوبهم چیه؟ ما به گناهان دیگران اعتراف میکنیم. صحیحش اینه فاعترفنا بذنوبنا. بعدش هم حاج آقا هل الی خروج من سبیل اشتباهه. صحیحش اینه فهل الی خروج من سبیل. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. فاعترفنا بذنوبهم هل الى خروج من سبیل. حاج آقا شما چطور آیت اللهی هستید که تو یه آیه 4 تا اشتباه میخونید؟ همه آیت الله اینجوری هستن؟ یا اینکه حوزه علمیه قم شده آکسفورد مفتکی مدرک میده به همه کس؟ شما هم یکی مثل آقای کردان؟ کجای قرآن نوشته طواف بین صفا و مروه هست؟
إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. همانا صفا و مروه از نشانه ها و شعائر الهی است. بنابراین هر کس حج خانه خدا یا عمره به جای آورد ایرادی ندارد که طواف صفا و مروه را انجام دهد و هر کس افزون بر فرایض کار نیکی انجام دهد مسلماً الله قبول کننده اعمال نیک قدرشناس و داناست. کجای قرآن نوشته طواف بین صفا و مروه هست؟ یعنی همین بعد ایشون آمده 7-8 آیه نمیدونم من اسلم فقد اهتدی اللهم اغفر للمسلمین و المسلمات. بینندگان گرامی، شبکه وصال فارسی رسما اعلام می‌نماید به کسی که بتواند 2 آیه مذکور در سخنان آیت الله قزوینی یعنی من اسلم فقد اهتدی و اللهم اغفر للمسلمین و المسلمات را از قرآن فعلی و موجود در میان مسلمانان استخراج کند، مبلغ 270 میلیارد دلار یعنی معادل درآمد نفتی ایران در 4 سال اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد اهدا خواهد نمود. یعنی همین بعد ایشون آمده 7-8 آیه نمیدونم من اسلم فقد اهتدی اللهم اغفر للمسلمین و المسلمات. با آیت الله قزوینی شیخ مفید زمان پیشنهاد میکنیم هرچه زودتر یک دوره فشرده آموزش قرائت رو در یکی از مکتبخانه های شهر قم اگر مکتبخانه داشته باشد گذرانده و سپس به ادامه برنامه های خود در شبکه ولایت بپردازند. همچنین شبکه وصال فارسی آماده است یکی از همکاران خردسال خود را به عنوان معلم قرآن برای آیت الله قزوینی تعیین کند تا در یک کلاس خصوصی یا عمومی و یا در مسجد به ایشان قرآن بیاموزاند. فتحة مصمع لام جزمة حاء فتحة الحاء ميم جزمة الحم دال ضمة الحمد الحمد لله رب العالمين. بنده این را میگم و خدا را هم شاهد میگیرم و شما بینندگان هم آگاهید، کمتر کسانی که مدعی هستند که اهل علم هستند و در شبکه ها دارن تبلیغ میکنن شب و روز علیه ابوبکر و عمر و اینها تبلیغ میکنن با روایت جعلی، کمتر کسانی از اینها معممین هستن، متاسفانه حوزوی هم هستن که قرآن صحیح بخوانند. خودشون جناب آقای هاشمی حفظ که نیستن، حالا حفظش پیشکش روحانی را شما این واقعا این نور قرآنه که به شما داده نشده کسانی که بخواید ابوبکر و عمر را لعنت کنید. شما معممه، ادعای دین داره، ادعای حوزه داره، شما بگید آقا 2 تا آیه درسته برام بخورید، بلد نیست. ببینید این علت اینه که قرآن از همه، حتی از خودشون، قرآن را به عنوان یک کتاب مقدس بوسه بدند، در تاقچه بگذارند، هر شود که در سفر و اما محتویات آن و چه گفته است برای اینکه مردم هدایت میشه